سلام كمسك الختام. پدر جان، نماز با کی فرض است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. پسرم، 5 مرتبه نماز خواندن این عبادتی می باشد که در شب معراج فرض گردیده شد. برای مسلمان صاحب عقل و بالغ 5 وقت خواندن نماز فرض است. نماز فرمان حتمی الله تعالی می باشد. کسانی که از تنبلی نماز نمی خوانند گناه عظیم می کنند. دین ما طرفدار آن است که فرزندها را از خردی به نمازخوانی عادت کنانیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما توصیه می دهند که بچه ها را از سن 7 سالگی نمازخوانی آموزانیم. آن حضرت تأکید می کنند که پس از سن 10 سالگی آنها باید منتظم نماز خوانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اولین چیزی که روز قیامت از بنده پرسیده خواهد شد این نماز خواهد بود. اگر نماز بی نقصان باشد شخص فایده به دست می آورد و اگر نقصاندار باشد باعث ضرری آن شخص می گردد. روایت ترمذی. پدر جان، چند نماز است؟ پسر جان، نمازها به 3 نمود جدا کرده می شوند: نمازهای فرض، نمازهای واجب و نمازهای سنت. نمازهای فرض در نوبت خود به 3 گروه جدا می شوند. یکم نمازهای 5 وقته، دوم نماز جمعه که روز جمعه به جای نماز پیشین خوانده می شود و سوم نماز جنازه که از دعا و التجا برای مسلمان فوتیده عبارت می باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: به درستی که نماز بر مؤمنان فرض قطعی معین کرده شده است. سوره نساء آیه 103. نمازهای 5 وقته یکم این نماز بامداد است که از 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض عبارت است. دوم نماز ظهر یا پیشین از 10 رکعت عبارت است. 4 رکعت سنت، سپس 4 رکعت فرض و در آخر 2 رکعت سنت خوانده می شود. سوم نماز عصر که از 4 رکعت فرض عبارت می باشد. چهارم نماز شام که از 5 رکعت عبارت می باشد. اول 3 رکعت فرض و سپس 2 رکعت سنت خوانده می شود. و پنجم نماز خفتن می باشد که از 9 رکعت عبارت است. اول 4 رکعت فرض، سپس 2 رکعت سنت خوانده می شود. بعد از آن 3 رکعت نماز وتر خوانده می شود. پسر جان، نمازهای واجب به 2 گروه تقسیم می شوند. یکم نمازهای عیدانه یعنی نماز عید رمضان و نماز عید قربان. دوم نماز وتر. پسر جان، نمازهای سنت به 2 گروه تقسیم می شوند. یکم آن سنت هایی که به نمازهای فرض علاقمند هستند که آنها عبارتند از 2 رکعت سنت نماز بامداد، 4 رکعت سنت نماز پیشین، 2 رکعت سنت نماز شام و 2 رکعت سنت نماز خفتن. و دوم آن سنت هایی که به نمازهای فرضی علاقمند نیستند. اینها به مثل نماز تراویح در ماه رمضان، نماز تهجد در نیم شب خواندن، نماز ضحی و نماز تحیه مسجد و غیره. فرزندم، خوب گوش بده. به تو از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حادثه را نقل می کنم. یکی از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ربیعه بن کعب که اینچنین با نام ابو فرس مشهور بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خدمت‌های زیاد کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از او خیلی راضی بودند. او میگوید: روز بیگاهی من برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آب طهارت تیار کردم و او صلی الله علیه و سلم به من چنین گفت:
ربیعه چیزی را که طلب داری از من بپرس. من گفتم برای فکر کردن به من کمی وقت ده و من به شما میگویم که چی میخواهم. او میگوید من چنین فکر کردم ثروت این دنیا بی‌بقا است، ولی نعمت من به قدری کافی است گویا خودش به نزد من می آید. بهترش از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواهش نمایم که کار برای دنیای دیگرم بکند، زیرا آخر در نزد الله تعالی معتبر است. وقتی به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم، آن کس پرسیدند به کدام قرار آمدی ربیعه؟ من گفتم یا رسول الله می خواهم در بهشت با تو باشم. از تو خواهش دارم تا از الله طلب نمایی که مرا از دوزخ نجات دهد. پیامبر گفتند تو دیگر چیزی نمیخواهی؟ من گفتم تنها همین را میخواهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این طور باشد با بسیار نماز خواندن و زیاد سجده کردن در این کار به من کمک نما. روایت مسلم. فرزندم، این قصه برای تو درس شود. نمازها را در وقتش بغیر از نمازهای فرض و سنت این چنین نمازهای نافله بخوان. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس‌های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.